متاسفانه باز هم یک راننده متخلف سواری ماکسیما. چه سرعتی است بیشترش. سواری ماکسیما، حرکت مارپیچ، سرعت غیر مجاز، آزاد راه رو به هم میده، خودخواهانه بدون توجه به بقیه. متوقفش کنید. شماره 28 سواری ماکسیما سریعتر متوقف بشه. میتونه مسیر قرار بگیرین، سریعتر متوقفش کنید. شماره 28 مجددا طول مسیر قرار بگیرید. به دستور رئیس شما هم توجه نکرد ظاهرا. سریعتر طول مسیر قرار بگیرید. تا 80 کیلومتر ثبت شد برای سواری ماکسیما. کار داشتیم میکنیم تو این جاده که این آقا اینجوری ایستاده معترض، سن و سالشون بالا، نگران که یه اتفاقی افتاده. ببین چی کار کردید؟ آقا تشکر میکنیم ماشین گرفت. خواهش میکنم. بله اصلا به شدت آزاد راه ریخته بود به هم. بله آزار اذیت شد. بله اصلا خانم یه لحظه نگاه این چی خبره؟ ما نامحسوسی نظر داشتیمش که همکارا اعلام کردیم سریع متوقفش کردن دیگه. 180 کیلومتر سرعت غیر مجاز برای شما ثبت شد، جایی که سرعت مجاز مسیر 100 کیلومتره. ببینید چه جوری داشتید رانندگی میکردید. به ایست پلیس توجه نمیکنین. این تخلف آقای عزیز. پلیس وقتی به شما دستور ایست میده شما ملزم هستی بایستی بدون درنگ در یه محل مطمئن. توقف و تا رسیدگی پلیس باید حضور داشته باشی. بعد شما بدون توجه فرار میکنین. خودرو پلاک داره، مشخصات داره. ما تونستیم اینجا متوقفتون کردیم، ولی اگر اینجا هم نشه به دلیل شرایط مطمئن باشید مالک احضار خواهد شد. از طریق مراجع قضایی پیگیری میکنیم. کسی که امنیت این جاده ها رو به هم میریزه، کسی که با جون بقیه بازی میکنه. جانم آقا در خدمتتونم. سلام، متشکرم. ایشون خیلی بد رانندگی میکردن، ممنون که نگرشون داشتید. تحویل بگیریم. اینم یه نفر دیگه. اینم یه شهروندی که معترضه. خیلی ممنون از شما. متشکرم. قطعاً این شرایط یه شرایط عادی برای شما نیست. حتما معرفی خواهید شد به اولین پاسگاهی که برسیم. تست سلامت از شما خواهیم گرفت. ببینیم در چه وضعیتی هستین. بعد هم بقیه موارد براتون اعمال میشه. خودتون 72 ساعت توقیف میشه. نمرات منفی در گواهینامه‌تون ثبت میشه. جریمه‌تون ثبت میشه. هیچگونه لطف و محبتی به هیچ عنوان صدای ناهنجار اگزوز وسیله نقلیه شما شنیده میشه. این باید رفع عیب بشه. ارتفاع وسیله نقلیه شما یه مقداری از حد مجاز خارج شده، توی پارکینگ باید رفع نقص بشه. این نقص‌ها باید توی پارکینگ رفع بشه. بعد از اینکه مراحل قانونیتون انجام شد خودتون میتونید ترخیص کنید.